یک دخترچه صیف یک اصلا من میگویم غیرتش قطعی صیف یک از همین دیها تا ناحیوی را آمده است در آزمون فروغ دانایی کتاب است در نمیناسیون وی بچگانه همین قدر وی غیرتش را میگویم هر کس کودکی که غیرت نمی کند برابر دولت بابا جان عزیز من توی دیو زبینیستا خواننده صنف یکم هستم من سال گذشته در آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است اشتراک نموده تا به دور ناحیوی را خط گرفتم این سال کوشش به خرج میدهم که تا به دور نهایی آزمون رسم به شما بابا جان عزیز صد تشکر میگویم که چنین آزمون ها را تشکیل نموده و به ما امکانیت پیدا شد که سطح دانش خود را سنجیم و آن را صیقل دهیم بابا جان عزیز من به شما احترامانه خواهش می‌نمایم که زحمت‌های مرا دستگیری نمایید تا که من به آرزوی بهترین از دل پروریده‌ام برسم و در آینده برای خلق و وطنم خدمت‌های شایسته بکنم بابا جان عزیز من 2300 مصر شعری بچگانه 2 داستان 4 قصه 90 افسانه 55 چیستان 30 لطیفه 36 اثری بدیعی 20 غزل 20 رباعی 50 مصر داستان جایزی شیرین را از خود نمودم اما مرا به دفع ولایتی را خط ندادند بابا جان عزیز من توی دیو زبانستان نام دارم زبانستان چه زبان نابی نویره من زبانستان است شنامی زبان بسیار هست ولایتی ده باوری داره غالبی بیاورید برای چی را خط ندادن ولایتی ده حیات حکمان ناحقی کرده من وقتی که آن کس به من همه سوالهایی که از اشعار بچگانه دادن دانستم اما حیات حکمان به من 2 سوال کلاسیکی دادند و مرا به دور ولایتی راحت ندادند حتما من سپارش میتم که با ولایتی روید لیکن نست ببینید حالی ادبیات های و چیستان های و شعرهایی که شما گفتیم بعضا آموزگاران قدر نمیدانند رحمت جناب عالیگل شاید من شما هدایت کنین من را گفت با تمام سوال ها جواب دادم لیکن اعضای حکمان با من 2 تا سوالی یعنی بیرون از موضوع دادن 2 سوال برای همین هم من را با وی ولایتی غالب نشماریدن اصلا شکایت کردم درست کردم غیرتش خودش است باید اشتراک کند چقدر کودکی بنیاید هر کسی خیلی نمی کند و بینید ما برای چی هم برای آموزگارا هم برای پدر و مادرها من مبلغ جدا کردم چون که زحمت پدر و مادر هوسمند شوند برای تربیت فرزندانشون آموزگار نیز باید زحمت میکشد باید درست‌تر میکنند هم مکافات‌های معنوی میگیرن تو هم تحفه‌های مادی تا 10,000 هر کدامشان میگیرن و در جمهوری نامبردار میشن و خود نورسی که غالب میباید اگر صنف 1 هم باشد 10 هم باشد خیلی وقتی کلان میشود با کدام دانشکده عالی که خودش انتخاب میکند میتواند انتخاب میکند میرود تحصیل و مبلغش هم کم نیست جای یکم 60,000 این برای هوسمند کردن و ذوق کتابخوانی و معرفت پروری مردم را بلند کردن هدف همین است دخترم برای چه دانشگاه طبی را انتخاب نکردی برای آنکه میخواستم در سمت اداره کننده دولتی فعالیت نمایم از آن که امروزها شما برای زنها امکانات‌های خیلی هم فراهم کرده اید من میخواستم در همین سمت باز در همین جاده رشد کنم و برای وطن عزیزی خیر صادقانه خدمت نمایم یعنی خدمتچی دولتی شدن هستی بله است و برای این آنچه که کوشش کردید زحمت کشیدین غیرت کردین
هر کس کتاب نمیخواند، هر کس اگر چقدر وای کنیم ذوق نداشته باشد، پدر و مادر در ویش نباشد، تا از خورسالی کم. من به شما آفرین میگم با مقصدتون میرسیم. تشکر زیاد. ما دانشجویان برای تأسیس دادیم که آینده ما متخصصان ورزیده را در سیاست در همچون خدمتچی دولتی تربیت کنیم. بله دولت همین محتاج به کادرهای حاضر زمان است. با مرور زمان ببینید امروز سرعت کیهانی در کشورها ترقی دارند، تکنیکی تکنولوژی چی نوآوری ها ندارند. ما از این سطح بسیار قفا ماندیم. متخصصای ورزیده لازم، دیپلم داده ایستادیم، صدها هزار. یکی متخصصان سطح کسبیتی بلند داشته کم انگشت شمار. در بعضن حتی در من همین مبارزه علیه کسلی بیماری کووید 19 ما تنقیصی میکشیم. ویروسولوگان نداریم، اونایی که دایر به کسلی های التهاب شوش است دیگر است، اون انفکسیونی بینید کم نیست انگشت شمار. حاضر اکنون به خارجه روان کرده ایستادیم که تحصیل کنه. غیرت کرده وای دارد، از خودت وابستگی دارد. امسال اون چیزا ما برای همین که هوسمند شوند به شما موفقیت برای کار به مقصدتان میرسید. تشکر زیاد پیشوای معظم. اگر از خودتان وابستگی دارد، شهر است، شهر بعضا نزاکت های خودش دارد، تحصیل کنه شرایط درجه عالی است. و دانشگاه رو من بنیاد کردم، شرایطی درجه عالی است، تمام چی هم زبان آموزی، تمام چی مایه است. موفقیت شما با. سلامت باش. سلامت باش. السلام علیکم. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پیش از همه قدوم مبارک و فیضبار شما را به این دیار کهن بنیاد خیر مقدم میگوییم. چند نفر ختم کردن مکتبه؟ 37 نفر. چند نفر داخل شد؟ 32 نفر به مرکز ملی تستی حجت سپردن محترم جناب عالی، 3 نفر به مقامات های قدرتی امتحان سپرده است. سال 20 چه؟ سال 20 باشد 39 نفر خط کننده ها بودند، 35 نفرشان به مؤسسه های تحصیلات میانه و عالی کسبی داخل گردیدند. شما مقیاس جمهوری در جای یکم گرفته نه؟ بله جناب عالی، در بین 68 شهر و ناحیه جمهوری از روی صفت تحصیلات طبق تحلیل های مرکز ملی تستی داوطلبان ناحیه عینی جای اول رو اشغال نمودند. داوطلبان ناحیه عینی. خدا چند سال شده آموزگار هستی؟ 16 سال می شود محترم جناب عالی. چند سال شد رهبر مؤسسه تحصیلات؟ 3 سال محترم جناب. 3 سال. مدیر معارف ناحیه است؟ نزد میکروفون بیاد. سال 20 چقدر ختم کننده بود؟ محترم جناب عالی، چخیلی که من دیرکتوری مؤسسه تعلیمی گفتن این حقیقت حال است. این 1345 نفر خط کنندگاه 64 فائز خط کنندگاه با مکتب های عالی داخل کردند که در بین 68 شهر و ناحیه های جمهوری تاجیکستان واقعا ناحیه عینی جای اول رو اشغال نمود. تشکر زیاد. رحمتی کلام. سلامت باشین. کوشش کنید که نورسا و جوانان ما به سواد نمانند. ما قریب که مکتبا را همه را در ناحیه عینی از نو بنیاد کردیم. قریب. خب شرایط های درجه عالی، کجایی که ما ماندگی امروز در همین نزد ورزشگاه از اون طرف با یک تا مؤسسه تعلیمی می شود، هم خوابگاه برای آموزگاران می شود، هم میدانی با ورزشی دیگر شرایط ها ساختمانش سر می شود. جانب صاحب کاران سیر طلب باشید. مسئله سویه دانش بچه ها، نورسا، خوانندگان از سطح بلندی کسبیت آموزگاران وابستگی دارد. اصلا هر کس آموزگار شده نمیتواند. آموزگار شدن کار آسان نیست. حتی بینید مردها در عائله فرزندانمونه 1 ساعت شینیم با همراهشان درس، کتاب خواندن، تیار کردن، نوشتن،
با آنها مشغول شویده. حتما عصبانیت پیدا میکنید. هر کس نمیتواند